الان که سال جدید شروع شده یه سوال، تو همونی که سال پیش فکرشو میکردی؟ اگه حس میکنی توی روزمرگی گیر کردی، اعتماد به نفست کم شده یا حتی دلت میخواد یه نسخه بهتری از خودت داشته باشی، پس این ویدیو همون چیزی که تو لازمش داری. قرار از افکار سمی خلاص شیم، ذهنمون رو تقویت کنیم و این نسخه بهتری از خودمون بسازیم. پس اگه آماده ای، بریم برای ادامه ویدیو. داشتن یه پوست خوب ما اول باید نوع پوستمون رو بشناسیم و اینو یادمون نره که less is more. یعنی اگه یه روتین ساده مناسب پوستمون داشته باشیم و به اون پایبند باشیم، خیلی بهتر از اینکه 10 تا پروداکت مختلف رو با هم دیگه استفاده کنیم و هیچ نتیجه‌ای نبینیم. روتین پوستی منم فقط شوینده و مرطوب کننده و ضد آفتابه. ولی اگه بعد از داشتن یه روتین درست بازم پوستمون جوش زد، پس باید تغذیه‌مون رو درست کنیم. این منم چند سال پیش وقتی که پوستم یه عالمه جوش داشت و بالا وضعیت افتضاحی داشت، چون همش در حال خوردن فست فود و قند مصنوعی و اینجور چیزا بودم و روتین پوستی درستی نداشتم. نکته بعدی برای داشتن یه ظاهر قشنگ، داشتن یه میکاپ قشنگ. خب بچه‌ها، اول باید شیپ صورتمون رو بشناسیم و مناسب اون صورتمون رو کانتورینگ کنیم و کانسیلر بزنیم. و مناسب نوع پلکمون خط چشم بکشیم. و کلا بچه‌ها خیلی توی یوتیوب آموزش مختلفی هست که میکاپ کردن آموزش میدن و من خودم کلی چیز ازشون یاد گرفتم. به نظر من داشتن موی سالم و زیبا میتونه یه اکسسوری خیلی قشنگی هم توی استایلمون باشه. و کاری که ما میتونیم برای موهامون انجام بدیم اینه که نوع موهامون رو بشناسیم و بر اساس اون روغن تراپی کنیم، روتین بعد حموم داشته باشیم و موهامون رو استایل کنیم. مثلا بچه من وقتی که موهام صافه خیلی بیجون و کم پشت به نظر میرسه، ولی وقتی که همون رو استایلش میکنم خیلی پرحجم تر به نظر میرسه. کلا ورزش کردن نه فقط از لحاظ جسمی برای ما خوبه، بلکه از لحاظ ذهنی هم بچه خیلی بهمون کمک میکنه که یه ذهن آروم داشته باشیم. و کلا شما اگه تایم ورزش کردن رو ندارین، میتونین روزانه 5 تا 10,000 تا قدم راه برین. برای ورزش کردن توی خونه خیلی منابع خوب توی یوتیوب هست که میتونیم ازشون استفاده کنیم. و آخرین کاری که باید برای ظاهرمون انجام بدیم پیدا کردن استایل خودمونه. اولش باید شیپ بدن خودمون رو خیلی خوب بشناسیم و بعد با توجه به اون استایل شخصی خودمون رو پیدا کنیم. برای این کار باید خیلی پینترست گردی کنیم و کلا استایل مختلف رو امتحان کنیم و ببینیم که خودمون رو نسبت به کدوم استایل نزدیک‌تر حس می‌کنیم. پارت دوم ویدیو مربوط به اینه که ما چطور میتونیم از نظر ذهنی خودمون رو تقویت کنیم و یه ورژن بهتری از خودمون بسازیم. کاری که اول باید انجام بدیم شروع روزانه نویسیه. مثلا وقتی صبح از خواب بیدار میشیم 5 دقیقه برای خودمون وقت خالی کنیم و مثلا بنویسیم که چه کاری باید امروز انجام بدیم، بابت چی امروز شوق گذارم و شب قبل خواب بنویسیم که چه چیزایی امروز منو اذیت کرد، چه کاری نباید انجام میدادم، چه کاری باید انجام بدم. حذف کردن آدمای سمی. این آدمایی هستن که انرژی رو از ما میگیرن، ما رو مسخره میکنن، همیشه منفی بافی میکنن. وقتی میخوایم یه کاری رو انجام بدیم همیشه میگن که نه این نمیشه، تو نمیتونی این کار رو انجام بدی و پس بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که این آدما رو از زندگیمون حذف کنیم.
خودشناسی واقعا یکی از کارهایی که ما میتونیم برای بهتر شدن خودمون انجام بدیم و یکی از بهترین راهاش کتاب خوندنه. این کتابایی که من توی ویدیو بهتون معرفی کردم واقعا باعث میشن که شما به خودتون نزدیک‌تر بشین، نقاط ضعف و قدرت خودتون رو بشناسین و روی بهتر شدن خودتون کار کنین. مقایسه سمی رو بذارین کنار و خودتون رو با بقیه افراد مقایسه نکنین. یاد بگیرین که هر کسی شیپ بدنی خودش رو داره، ما مدل نیستیم که خودمون رو با مدل مقایسه کنیم و خودتون رو با کسایی که مثل خودتون هستن مقایسه کنین. من که مثلا من اگه مید سایزم خودم با کسی که خیلی لاغر مقایسه کنم و بشینم و قصه بخورم که چرا من این سایزی هستم. به جای این کارا به نظر من مدیتیشن کنیم. مدیتیشن واقعا به روحتون کمک میکنه، روح آرومتری داشته باشیم، روح رهاتری داشته باشیم و یه زندگی آرومتر و با ذهن بازتر داشته باشیم. و در کنارش واقعا توی تایم خالیتون پادکست گوش بدین. ما پادکست خیلی خوبی داریم به زبان فارسی که من مثلا هر روز کاری که توی مسیرم چه انجام میدم پادکست گوش دادنه. و در آخر ببین چطور با خودت حرف میزنی. برای همین برین توی پینترست و یه بورد درست کنین برای خودتون پر از حرفای قشنگی شما میتونین هر روز به خودتون بزنین و حس خوبی داشته باشین نسبت به خودتون و چطور باید خودمون رو همون جوری که هستیم دوست داشته باشیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.